الباب الثالث، باب الصبر. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه، فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه. يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه. يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه البخاری. انس رضی الله عنه میگوید: هنگامی که بیماری پیامبر صلی الله علیه و سلم شدید شد، شدت رنج و بیماری تا حد بیهوشی بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نمایان میگشت. فاطمه رضی الله عنها گفت: آه، پدرم چقدر درد میکشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: از امروز به بعد هیچ درد و رنجی بر پدرت نخواهد بود. و چون رسول خدا صلی الله علیه و سلم درگذشت، فاطمه رضی الله عنها گفت: ای وای پدرم دعوت پروردگار را لبیک گفت. آه پدر جان، بهشت و فردوس جایگاه پدر من است. آه پدرم، خبر وفاتش را به جبرئیل میگوییم. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم را به خاک سپردند، فاطمه رضی الله عنها گفت: آیا دلتان راضی شد که روی رسول خدا صلی الله علیه و سلم خاک بریزید و دفنش کنید؟